توانایی یک ارسال برای مسعود نوری، یک موقعیت خطرناک و گل قشنگ. خود طالبی ارسال، یک موقعیت و حالا گل برای داماش و گل. علیزاده باید ببینیم چی کار میکنه. حالا ضربه توی دروازه، گل اول برای داماش گیلان. ارسال بلند خطرناک، یک ضربه میرک دروازه و گل دوم از سامان فرداپور. خود گلبک، حالا ضربه و گل. یک ارسال بلند، یک ضربه و گل از آرمان آبسالان. دوباره بازیکن تیم داماش گیلان از سمت راست حمله رو تدارک می‌بینن روی دروازه تیم پانیک تالش. فرصت هست برای بازیکن تیم داماش داخل محوطه جریمه. گل برای داماش گیلان و زاهد تبا انجام داده و حالا توی دروازه گل اول برای داماش گیلان. دوباره و گل توسط آرمان آبسالان و باز هم گل، این بار باز هم توسط آرمان آبسالان. مثل اینکه موتور گلزنیش روشن شده این بازیکن. چپ تیم داماش ترجیح کرده زاهد تبا، حالا گل رضا زاهد تبا. یه حرکت خوب از آرمان شکوری، توپ رو بچه‌ها ارسال میکنه. حالا میتونیم به گل برسیم. نه، و آرمان شکوری کار تموم میکنه. 5-0 سود تیم فوتبال داماش گیلان. چقدر خوبیم ما. سیامک علیزاده به توپ نرسید، پاس مهران آنچنان خوب نبود. هر جوری هست دوباره خودش تو میگیره، دور به جلو برزی برای آرمان آبسالان. آرمان آبسالان داره تک به تک میشه. آرمان آبسالان توی دروازه گل